بچه امیدوارم حالتون خوب باشه. توی این ویدیو میخوایم با هم دیگه یاد بگیریم که چطوری کیمینز رو توی پایتون کدش رو بنویسیم. اول از همه که اومدم ماژولای مورد نیازم و فانکشن‌های مورد نیازم رو صدا کردم. نامپای که شهره آفاق همه جا ازش استفاده میشه. متپلات لایبرری هم که برای پلات کردن‌های مختلفه. از scalar.clusters اومدم و فانکشن کیمینز رو صدا کردم. اینور اومدم یه فانکشن دیگه صدا کردم، makeblobs. این به خاطر اینه که من بیام یه نمونه یه دیتایی درست بکنم که بخوام کیمینز رو روش اجرا بکنم. اگر شما واقعا دیتایی دارید که میخواید روش الگوریتم کیمینز رو اجرا بکنید، نیازی نیستش که این باکس دوم رو داشته باشید و این باکس دوم صرفا برای ایجاد یک نمونه دیتاست که من اومدم گفتم که 300 تا دیتا برای من تولید کن که مربوط به 4 تا کلاستر باشن. یه پراکندگی بهشون دادم و رندوم استیت هم گذاشتم برابر با 8 که شما اگه همین رندوم استیت رو بذارید دقیقا همین اعدادی رو میبینید که من میبینم. خب با این توضیح بریم شروع بکنیم و کیمینز رو کد کردن. ببینید بچه اول از همه ما باید بفهمیم که تعداد مناسب کلاسترامون چقدره و فرض بکنیم که اینجا نزدیم 4، یعنی یه دیتایی داریم که از قبل نمیدونیم تعداد کلاستر درستش چقدره. خب تکنیک البو رو توی ویدیو قبلی که کیمینز رو خدمتتون معرفی کردم در موردش صحبت کردیم. اینجا میخوایم اجراش بکنیم. خب برای اینکه اون تکنیک رو اجرا بکنیم کافیه که من یه لیست خالی درست بکنم. یه لیست درست میکنم به اسم اینرشیا که در واقع یه کلید واژه‌ای که مربوط به همین فانکشن کیمینز. یه در واقع لیست خالیه که قرار داخل خودش این ویتین کلاستر سام اسکوئر های به ازای کی های مختلف رو ذخیره بکنه. حالا الان کد بنویسیم بریم جلوتر، انشالله ذهنتون تازه میشه. خب ما برای اینکه تکنیک البو رو اجرا بکنیم نیاز داریم که به ازای تعداد کلاسترهای مختلف بیایم کلاسترینگ انجام بدیم ببینیم کدوم بهتره دیگه، درسته؟ بنابراین من کی رو برابر میذارم با رنج 1 تا 11. میگم به ازای تعداد کلاستر 1 تا 11 بیا برای من کلاسترینگ انجام بده، درسته؟ خب اینجا میام یه لوپی درست میکنم، مینویسم for I in k. بیا برای من چیکار کن؟ بیا یه کیمینزی داشته باشم که برابر است با این فانکشن کیمینز که میگم حالا این الگوریتم کیمینز رو برای من برای تعداد کلاسترهای آی انجام بده و یه رندوم استیتی هم 2 مرتبه بهش میدم. بچه این رندوم استیتی که اینجا دارم میدم برای اون در واقع مرکز خوشه های تصادفی هستش که برای شروع الگوریتم تولید میشن که حالا دیگه توی ویدیو قبلی در موردش صحبت کردیم. این رندوم استیت هم 2 مرتبه میدم 8. و خب الان من میخوام این کیمینزه رو فیت بکنم چون دیتا ما هنوز اینجا بهش معرفی نکردم. کافیه که بنویسم کیمینز دات فیت x که همین دیتایی هستش که اینجا تولید کردم. میگم که آقا جان این الگوریتم رو بیا روی این دیتای x اجرا کن که حالا این الگوریتم چیه؟ کلاسترینگ کیمینز به ازای تعداد کلاستر آی که آی خودش بین 1 تا 11 متغیره. خب و در نهایت میگم که به این اینرشیای من توی هر بار رانت اپند کن یا اضافه کن. چی رو اضافه کن؟ کیمینز دات اینرشیا آندرلاین. این در واقع همین مقدار WCSS هستش که به ازای مقادیر مختلف کا میاد و به این لیست اینرشیا اضافه میشه. خب برای اینکه تکنیک البومون کامل بشه ما نیاز داریم اینو توی نمودار البو هم نشون بدیم دیگه. برای این کار میام از فانکشن PLT که از ماژول متپلات لایبرری صداش کردم استفاده میکنم. خیلی ساده مینویسم plt.plot k، یعنی به ازای هر مقدار k بیا لطف بکن و مقدار متناظر اینرشیاشو برای من پلات بکن و در نهایت کاری که میخوام بکنم اینه که plt.show نمودار رو به من نشون بده. یه اینتر بزنیم. خب همونطور که میبینیم این نمودار البومون شکل گرفته و میبینیم از 4 به بعد مقدار WCSS ما تغییر چندانی نداشته. بچه این به این تمیزی در اومده به خاطر اینکه اینجا ما خودمون دیتامون رو دستی درست کردیم و وگرنه از تعداد کلاستر مناسب به بعد اینجوری دیگه خط صاف نمیشه. اینا حواستون باشه. خب در هر صورت ما اینجا فهمیدیم که یعنی 2 مرتبه فهمیدیم که تعداد کلاستر مناسب برای
کلاسترینگ ما 4 هستش. بیایم با این تعداد کلاستر 4 کلاسترینگمون رو انجام بدیم. کافیه که بیام بنویسم، مثلا بنویسم اپتیمال آندرلاین کا مساوی است با، مساویش میذارم با 4 که با توجه به تکنیک البو فهمیدیم و میام یک بار دیگه کی مینز رو روش رام میکنم که برابر است با کی مینز خب n آندرلاین کلاسترز مساوی خواهد بود با همین اپتیمال کاه و اینکه خب دو مرتبه یه رندوم استیتی بهش میدم. رندوم آندرلاین استیت من خواهد بود 8 و اینکه خب بچه‌ها ما الان کی مینز رو اجرا کردیم، میخوایم لیبل های ایکس های مختلفمون هم داشته باشیم. برای اینکه لیبل هاشو داشته باشم خیلی راحت می نویسم y آندرلاین کی مینز مساوی است با همین کی مینزی که اینجا درست شده دات فیت آندرلاین پردیکت چی x، یعنی به ازای هر کدوم از این x ها هر عضو اون نمونه من بیا لطف بکن مقدار y یا لیبلی که با توجه به این الگوریتم کی مینز بهش داده میشه رو بیا برای من ذخیره کن و داشته باش. خب برای اینکه نتیجه کارم رو ببینم کافیه که یه نمودار دیگه درست بکنم. می نویسم plt دات اسکتر. خب چی میخوام بزنم رو نمودار پراکندگیم؟ ببینید از دیتای x هم میگم به ازای همه سطرها ستون 0 رو بذار تو محور اول و به ازای همه سطرها ستون 1 رو بذار توی محور دوم. کلاسترهای من هستند وای کی مینز یا همون لیبل های من هستن همین وای کی مینز و در نهایت ازش میخوام که بیاد و این نمودار رو برای من نمایش بده. اینتر بزنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. خب همطور که میبینید نتیجه کلاسترینگ اونم به همین واضحی و مشخصی برای ما نمایش داده شد. حالا با توجه به اینکه دیتامون یه دیتایی بود که به صورت مصنوعی درستش کرده بودیم، کلاسترامون خیلی از همدیگه جدا و تفکیک شده، میبینیم که شکل گرفتن. البته هدف ما این بود که الگوریتم کی مینز رو یاد بگیریم که توی پایتون با همدیگه اجرا بکنیم. امیدوارم که مورد استفادهتون قرار بگیره. خیلی ممنونم که توجه کردین. خدا نگهدار.